نازنین یکی از همسیمفونی بهترین ما میباشد و یکی از همسیمفونی فعالترین گویم هم خطا نمیکنیم، زیرا او فقط وقت خود را با خواندن کتاب ها میگذراند. در وقت‌های زنگ، در وقت‌های خالیگیش وقتش را فقط در کتابخانه مکتب میگذراند با مطالعه کردن کتاب‌های ادبیات جهان. سعیدزاده نازنین خیلی خصلت‌های خوب دارد و توفه‌های دوست می‌داشته او کتاب میباشد و ما سعیدزاده نازنین همسیمفمون را خیلی دوست می‌داریم و با اون فخر می‌کنیم. کوشش کرده استادیم که باز این کتاب‌ها را بیشتر مطالعه کنیم و از نازنین عبرت گرفتیم و می‌خواهیم که در چنین آزمون‌ها ما نیز اشتراک کرده مکتب خود را آبروش را بلند برداریم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی برای یکدیگر ویرانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده از صد جامه رنگین، زمین و آسمان را واژگون مستانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم نه طاعت میپذیرفتم نه گوش از بحر استغفار این بیدادگرها تیز کرده پاره پاره در کف زاهد نمایان سبحه صد دانه میکردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم برای خاطر تنها یک مجنون صحراگرد بیسامان هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو آواره و دیوانه میکردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم به گردشم سوزانی دل عشاق سرگردان سراپای وجودی بی‌وفا معشوق را پروانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. اگر من جای او بودم به عرش کبریایی با همه صبر خدایی تا که می دیدم عزیزی نابجای ناز بر یک ناروا گردیده خاری می فروشد، گردشی این چرخ را وارونه بی صبرانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. چرا من جای او باشم؟ همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و تا بی تماشایی تمامی زشتکاری های این مخلوق را دارد و اگر نه من به جای او چو بودم یک نفسکه عادلانه سازش با جاهل و فرزانه می کردم. عجب صبر خدا دارد. عجب صبر خدا دارد. دوگانه من سعیدزاده نازنین در درس‌ها خیلی فعال است و این سال 2020 در آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی اشتراک نموده جای اول را از نامیناسیون ادبیات جهان گرفته است. نه تنها برای من، برای تمام مکتب نازنین فخر شد و ما خوانندگان بسیارتر در کوشش میکنیم که کتاب‌های زیاد را خوانیم و من خود با نازنین در وقت‌های خالی در کتابخانه مکتب و در کتابخانه ملی کتاب‌های ادیبان جهان را، کتاب‌های ادیبان تاجیک را میخوانم. نازنین خود دختر تیز حرکت هست، فعال است، تیز عصبی نمیشود، خیلی از خاراکتر گیریم، خیلی دختری آرام طبیعت است و بسیارتر کتاب میخواند. از همین لحاظ دختری با تمکین است. қаҳрамони барномаи мо иброз намуданд ки дар маҷмӯъ 365 китобро танҳо аз адибони хориҷӣ мутолиа намудааст ва ӯ дар ин озмун 165 номгӯи китобҳоро пешниҳод намуда зиёда аз 2000 мисра шеъру достону байтро аз бар намудааст. нозанин осори адибони Эрон, Россия, Испания ва Украинаро зиёд меписандад. нозанин устоди аввалини худ модарашро меҳисобад, чунки дар 5-солагӣ ба ӯ ҳарфу китобхониро омӯзондааст. маҳз раҳнамоии оила ва мактаб буд ки ӯ ба хондани китобҳои ашъори адибони хориҷ мароғ зоҳир намуд. омӯзгорони муассисае ки нозанин дар он ҷо таҳсил мекунад ба шогирди худ вобаста ба мутолиаи китобҳои бадеӣ машварату маслиҳатҳои муфид медиҳанд. ӯ дар ҳалқаи омӯзгорон худро шахси хушбахту босаодат меҳисобад. ҳамаи дастовардҳои худро ба натиҷаи роҳнамоии омӯзгорони муассиса нисбат медиҳад. таи 4 сол мешавад ки ман ҳамчун омӯзгори фанни таърих ва ҳуқуқ ба Саидзода Нозанин дарс мегӯям ва аз нигоҳи хислатҳо агар мо бигирем, Нозанин яке аз хонандагоне мебошад ки бисёр хислатҳои оромтабиатӣ дорад. дар ҳама ҳолатҳо ӯро мо наметавонем бекор бубинем, зеро ки хоҳ дар вақти танаффус бошад, хоҳ дар роҳ бошад, ҳамеша ӯро бо китоб мебинем мо. баъдан яке аз хислатҳои хуби инсондӯстонаи Нозанин дар он аст ки ҳаргиз намехоҳад дар ҳама ҳолатҳо бо ҳамагон баҳсҳои беҳуда кунад, зеро ки
خلاصه دقیق او در این است که او میخواهد بیشتری وقتهای خود را با خوانش ادبیاتی جهان صرف کند و خوشبختی آور است که امسال که سال دوم آزمون فروغ صبحی دانایی با ابتکار و پیشنهادی به واسطه اساسگذار صلح وحدت ملی محترم امامعلی رحمان برگزار گردید. سعیدزاده نازنین در این آزمون در نامیناسیون خوانش و از خود کردن نامیناسیون ادبیات جهان موفق گردید. این باعث گردید که همسالان او، همسنفان او و آن خوانندگانی که در مؤسسه ما تحصیل میکنند بیشتر به کتاب خواندن، بیشتر به کتابخانه رفتن میل و رغبت پیدا کردن، زیرا که آن حجت رسمی که سعیدزاده نازنین با امضای به واسطه خود پیشوای معظم ملت به دست آورد، این الکی در مؤسسه ما یک رقابت کتابخوانی را به میان آورد که هر یک خواننده الکی در دل آرزوی به دست آوردن چنین مکافات دولتی را میپرورد. من همچون آموزگار به سعیدزاده نازنین از این هم قله‌های بلندترین را آرزو میکنم و تمنای آن را دارم که بگذار در آینده نیز سعیدزاده نازنین با خوانش و مطالعه کتاب‌ها خوانش خود را ادامه دهد تا اینکه نه تنها در آزمون‌های جمهوری بلکه در آزمون‌های بین المللی نیز پرچمبردار دولت و ملت خویش باشد. یکی را دوست می‌دارم ولی افسوس او هرگز نمی‌داند. نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاهی من که او را دوست می‌دارم ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمی‌خواند. به برگی گل نوشتم من تو را من دوست می‌دارم ولی افسوس او گل را به زلف کودک آویخت تا او را بخنداند. به مهتاب گفتم ای مهتاب سری راحت به کوی او سلامم را رسان و گو تو را من دوست می‌دارم ولی افسوس چون مهتاب بر روی بسترش لغزید یکی ابر سیاه آمد که روی ماهی تابان را بپوشاند. صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت بگو از من به دل دارم تو را من دوست می‌دارم ولی افسوس زی ابر تیره برقی جست که قاصد را میانی ره بسوزاند. کنون وامانده از هر جا دیگر با خود کنم نجوا یکی را دوست می‌دارم ولی افسوس صد افسوس او هرگز نمی‌داند. نازنین شهر دوشنبه جای یکم 25,000 سامانی. سعیدزاده نازنین خواننده صنف 11B در مؤسسه ما تحصیل می‌نماید. او در طول چندین سال است که اعضای کتابخانه بسیار فعال میباشد. دویما وقتی خالگی خود را در کتابخانه میگذراند و او بسیار و کتاب‌های ادیبان جهان شوق و ذوق زیاد دارد و این را من در او حس نموده و او پیشنهاد کردم که نازنین تو میتوانی تو باید که در همین آزمون اشتراک نمایی. همین کلمه یک سخنی میتوانی که من گفتم او در این آزمون اشتراک نمود و من خرسند هستم که او در این آزمون جای اول رو گرفت و سزاواری همین جایزه گردید و این فخر مؤسسه ما می باشد و نازنین جای اولین رو اشغال کرد و خوانندگان این مؤسسه با این برای مطالعه نمودن اشعارهای بچگانه و اشعارهای معاصر و جهان شوق و ذوق زیاد پیدا نمودند که حالا در کتابخانه شماره خوانندگانی که به این آزمون اشتراک کردنی هستند زیاد شده ایستاده است. نه اینکه خود خوانندگان بلکه آموزگاران نیز میخواهند در این آزمون اشتراک نمایند. نازنین تقریبا وقتی خالگی ندارد. او با ما ابراز نمود هنگام فارغ از درس بودن به کتابخانه مکتب میرود و دقیقه های خالگیش را در آنجا سپری نموده و مواد لازمه خود را پیدا کرده مطالعه می نماید. نازنین در المپیادهای شهری و جمهوریوی از فنهای بیولوژی تاریخ شرکت ورزیده جایهای نمایان را اشغال نموده است. گفته بودم به تو میمیرم ولی این بار نه. گفته بودی عاشقم هستی ولی انگار نه. هرچی گوی دوستت دارم به جز تکرار نیست.
خونه میگیرم به این تکراری توتیوار. نه، تا که پابندت شوم از خویش میرانی مرا. دوست دارم همدمت باشم ولی سربار نه. قصد رفتن کرده ای تا باز همگویم بیمان. میکنی گاه فراموشم ولی اصرار نه. گه مرا پس میزنی گه باز پیشم میکشی. آنچی دستت داده ام نامش دل است افسار نه. میروی اما خودت هم خوب میدانی عزیز. میکنی گاه فراموشم ولی این کار نه. سخت میگیری به من با این همه از دست تو. میشوم دلگیر شاید نازنین بیزار نه. نازنین امروز تلاش دارد تا در آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی شرکت ورزد. اینچنین او برای نوئل شدن با عنوان پر افتخار دانشجو سعی و تلاش دارد. می‌خواهد با داخل شدن به یکی از دانشگاه‌های عالی با آرزوهای خود جامعه عمل پوشاند. ما در این راهگذر به این جوان تشنه علم و دانش موفقیت خواهانیم.